آقا خدا رو شکر امروز هم آزادی زندانیان جرایم غیر عمدی داریم. برو بریم. سلام و خسته نباشید خدمت تمام دوستان عزیزمون. دو خیر بزرگوار خوب شهرمون جناب آقای کاظمی نژاد عزیز و همسر بزرگوارشون از گروه بزرگ جوانمردان امروز زمینه آزادسازی 4 زندانی جرایم غیر عمد رو در ستاد دیار داشتیم. خیلی محبت کردید، زحمت کشیدید. زنده باشید. ان شما فایده سلامت باشید. ان تداوم داره. با جناب آقای علی خرمیان هم هزینه یک زندانی جرایم غیر عمد دیگه هم زحمت کشیدن. خدا خیرشون بده. آقا یه چیزی بنده بگم، اگر ما به همین منوال بریم رکورد گینس هم میزنیم جهت آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد. یا علی مدد.